با نام خدای بخشنده مهربان. سلام، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوید ما. دوستان عزیز، چنانچه می‌دانید من فعلا قرار دارم در لیسابون پرتغال. ما بلیط داشتیم باید به پولشا می‌رفتیم از طریق دگرمه لیسابون. باید 10 ساعت می‌شدیم در لیسابون. بعد سمالیت ما آماده میشه ما پرواز می‌کنیم به پولشا یا لهستان. ما خود گفتیم بیکار نمانیم، یک ویدیو ساز کنیم برای شما دوستان عزیز. و رفتیم چندین جاهای دیدنی شهر لیسابون را بنوار کشیدیم، خصوص ایرپورت، خصوص مترو، مرکز شهر و چند کوچه ها و خیابان های شهر. با خود دوستان عزیز منتظر باشین. نوارهای جدید ما به نزدیکی در کانال یوتیوب ما به نشر میرسد. با شما بیننده این برنامه ها خواهید شد. و دوستان عزیز به کانال ما سر بزنید، کانال ما را سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شوید و زنگوله دومی رو برای همیشگی روشن بسازید که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. دوستان عزیز، ما اصلا با این ویدیو برای چیه؟ به خاطر وای که مثلا وقتی که آدم در جاها پرواز میکنه در اروپا، یک کشور در کشور، فکر میکنه که یک شهر به شهر دیگه رفته، نمیگه ای دولت به دولت دیگه رفته. یعنی طرز معامله، طرز مثلا انسانیت و رفتار و کردار این مردم رو می‌بینید. ای ما و شما که ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم خیلی فرق داره. چون خودم شخصا در ایرپورت دوشنبه می‌اومدم، فکر می‌کردم که نهگارم، نمیدونم، فکر می‌کردم که در مابین پاسپورت سومونم باید دراز کنم و بزگرم بیگم برم. گرچه دیگه یکم کار نکرده بودم، گرچه دیگه یکم چی نبود. اما خواهد دوستان عزیز، کاری کنید که باید ما در وطن خود مثل همی اروپا باره مثلا همی شرایط ها را همیشه داره ما داریم. انشاءالله تاجیکان ما خیلی با فرهنگ مردم، خیلی دیگه با غیرت مردم. این کارا میتونیم کرده، چرا ما نتونیم کرده؟ چرا پرتغالی میتونه، چرا فرانسوز میتونه، ما نمیتونیم؟ ما هم باید بتونیم. نمیتونیم کلمه گپ باید نباشد. اما دوستان عزیز، در اینجا ساعت فعلا 3 و چند قریب 4 شب است و ما نصیب باشد 7 سحر پرواز داریم. رجیستراسیون ما سرش ما گذاشتیم در زل اجیدن قرار داریم. دوستان عزیز، صفت ویدیو ما شاید کم بزرگتر باشه یا خیرتر بیاد، چون شب است. آیپد یا پلانشت خاصیتی شب خوب نداره در خنده، چون آیفونی داریم خاصت ضررش خلاص شده بود. خیلی بسیار کار نمونم کتی برادران، کتی مردم علاقه کنیم، به تماس باشیم و از طریق این برنامه تصورات ها و فکرها و خیال های خود، نظرهای خود نسبت به سفر کوتاه مدت و پرواز های از این شهر به اون شهر داشتیم بهر شما مثلا صحبت داشته باشیم یا قصه کرده باشیم که بفهمیم که در دنیا چی داره و خواستیم که همین حسیات خوب و عجایب و غریب و شما هم دوستان عزیز شریک بسازیم. و هم خود دوستان عزیز بسیارتر چی میگن، تو سفر نکنی تو این خانه نبرای کمودی خانه تا نمیفهم. تو سفر نکنی به قدری زندگی نمیرسی. تو سفر نکنی خوب و خراب، دشمن مثلا دوست فرق کرده نمیتونی. تو این خانه نبرایی پیشرفت کرده نمیتونی. تو این خانه نبرایی چی میگن تمامی مثلا مهاجرت، انسانیت، آدمگری را درست درک نمیکنیم. به اون خاطر کسانی که مثلا شرایط دارن نگه دارن برون مثلا سیاحت کنن نه شهرهای مثلا دولت‌های خارجی، اما تاجیکستان خودمان در شهرهایی که مثلا جای دیدنی و زیبا و چیا دارن. در روزها خیلی جاهای خوب و زیبا و دیدنی زیاد است. میتونن که از این شهر به شهر یا از ناحیه به اون ناحیه برین تماشا کنید. منظور ما تماشا کردن معنی نیست که برای اجاره ببینید. منظور ما اینه که در راه رفتی یا در سفر رفتی حتما یک مثلا یک کار میبینی، یک مثلا قصه را میشنوی، یک رفتار و کردار مردم را میبینی، به خودت خلاصه میبری و کمبودی خود انشالله بود میکنی، مثلا اصلاح میکنی. با اون خود دوستان عزیز، سفر کردن خیلی چیز خوبه. سفر کردن برای انسان مثلا روح و روانی تازه میبخشه. سفر کردن انسان را با تجربه میکنه. سفر کردن خیلی
زبان ها را خدمت میکنید. خیلی برای آدم فایده آور است. و اون خود دوستان عزیز بتونین اگر سفر کنم کم اگر خود دوستان عزیز نگه پرحرفی نمیکنم و گپای زیاده میزنم. نگه شما رو به خدا پاک و منان میسپارم. بیننده برنامه های ما باشین، منتظر باشین. در روزهای نزدیک برنامه نو و جدیدی ما بهر شما پیشکش خواهد گشت. شما رو به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود. سلام دوباره دوستان عزیز. ما فعلا قرار داریم در میدان هوایی شهر لیسابون، پرتغالیا و ما میریم طرف طیاره یا سامالیات برای پرواز به سمت وارشاوای لهستان یا پولشا. ما فعلا در داخل اتوبوس هستیم، در داخل بوس و میریم طرف تراب. دوستان گفتن امانت میدان هوایی شهر لیسابون خیلی کلان است و بین المللی هم هست و اون خاطر ما در داخل بوس یا اتوبوس خیلی راه رفتیم تا که به سمت به نزد طیاره خود برسیم و ما فعلا قرار داریم در داخل میدان هوایی و چنانچه میبینید دوستان عزیز ساعت 6 صبح است. هنوز افطار برآمده ایستاده است. بگیم سحری بر وقت است و نصیب باشه ما میریم طرف پولشا. تقریبا 20 دقیقه میشه که ما در داخل اتوبوس میریم به سمت طیاره. چنانچه گفتیم ایرپورت شهر لیسابون بین المللی هم هست، خیلی زیبا و قشنگ هم هست و نصیب باشه ما این نزدیکاش رسیدیم و چند ثانیه و چند دقیقه مونده که بفراییم و این ما رسیدیم و داخل طیاره و بالا میشیم و نصیب باشه میریم طرف پولشا یا لهستان. دوستان عزیز گفتن امانت در داخل مثلا ترانسپورت های چی میگن جمعیتی در پرتغالیا ماسک هنوزم باید بزنی و باید داشته باشی که بی ماسک نمیماند. خلاص گپ به خاطر قاعده های بخطری، به خاطر کووید 19 ما خاطر تمام ما ماسک داریم و در داخل طیاره هستیم. شما دفعه ببینید در بعض از کشورهای اروپایی هنوز ماسک پوشیدن رواج است. باید ماسک داشته باشی. شما دفعه ببینید داخل طیاره همه ماسک دارن. تقریبا تمام مردم ماسک زدگی‌اند چون برای بخطری برای کووید 19. دوستان عزیز یک چیز جالب دیدم در داخل سامالیات. اینجا یک منیو است. اینجا رنگ سامالیات دوستان واره نان خود نمیتن. اینجا منیو است. که در خود زکاس میکنیم یارانات میخوریم. سوم قدیه سوم هم کرده میگیرن. سومی نالی چی نمیگیرن. دیگه ما با سامالیات ایروبوس 320 پرواز کردیم. شرکتی ایروبوس 320 نیو. قریب 4 ساعت پرواز کردیم. گپه استکان آب دادن تمام نامخواد اینجا نیست. این یک سی گپه که ناوی دیگه ما دیدم البته را اگر شما رو نمیفهمم شما میدونستید. دوستان طیاره ما پرواز کرد. ما فعلا قرار داریم در حریم هوایی پرتغالیا و میریم طرف پولشا. بازم سلام دوستان عزیز. ما فعلا رسیدیم همین نو به شهر وارشاوای لهستان. چنانچه دوستان میدونید در میدان هوایی شهر وارشاوا نوار گرفتن یا سیامکا کردن ممنوع است. اجازه ندادن. با اون خاطر ما متاسفانه نتونستیم از این میدان بگیریم و نصیب باشه میریم طرف این میدان هوایی از طرف بیرونی. این هم میدان هوایی شهری وارشاوا. چوپین بود نمیدانم یادم نیست راستی. خیلی چوپین بود.
و میریم طرفی مرکز شهر، طرفی گستینیسا. بینیم که چی چیزها بهر شما ما آماده کردم میتونیم در این شهر و با ما باشید. برنامه خیلی جالب و رنگین خواهد گذشت. دوستان عزیز، این نوار اولین نوار ما از شهر ورشو است. در خیابان ها و کوچه های شهر گشت و گذار داریم و نصیب باشد در روزهای آینده مفصلتر درباره خود شهر و تمام جاهای دیدنی زیبای این شهر معلومات خواهیم داد. و ما نصیب باشه میریم طرفی مهمانخانه یا گستینیتسا. دوستان عزیز، نگفته نماند لهستان یا پولشا یکی از کشورهایی بود که شریک استراتژی سابق شوروی یا مثلا اتحاد شوروی بود و این هم بگیم 30 سال میشه که اصالت خود به دست آورده است و ببینیم در این 30 سال شهری مثلا ورشو چه تغییراتی آورده است و ببینید تمام کوچه و خیابان‌های شهر زیبا، تازه، تمیز، دیدنی و خیلی هم گفتی گپاکی بر هواست. بریم دیگه کوچه های شهر، با ما باشید دوستان. دوستان عزیز، شهر ورشو پایتخت لهستان است و این شهر به دو تقسیم می شود، یعنی شهری نو و شهری کهنه. به اون خاطر انشاءالله در نوارهای بعدی ما هم میریم شهری کهنه و هم از جاهای دیدنی و زیبای شهری نو هم نوار انشاءالله برای شما آماده میکنیم. اینا ببینید دوستان، این هم یکی از آپارتمان ها یا ساختمان های شهری ورشو که نزدیکی مسجد جامعه کلانترین شهری ورشو باشد و مسلمانان پولشا. در این شهر خیلی چیزهای دیدنی و زیبا موجود است. انشاءالله ما با یک میریم، انشاءالله تا وقتی که امکان هست وقت هست میگیریم به نوار. مثلا از قبیل موزه، سینما، تئاتر، استادیوم، جاهای قدیمه و مثلا تاریخی و اجزاهای دیگر. انشاءالله با ما باشید و در برنامه‌های آینده خیلی مفصل‌تر درباره این موضوع با شما معلومات خواهیم داد. و ما فعلا قرار داریم در یکی از کوچه‌های دیدنی و زیبای شهری ورشو. و نگفته نماند خیلی سوپرمارکت ها و گالری های زیبا و دیدنی دارد شهری ورشو و نسبتاً به دیگر دولت های اروپایی دولت پولشا که مغازه های پولشا خیلی ارزان است از نگاه خوراک، لباس و دیگر. و انشاءالله ما همه ای را به نوار میکشیم با مرور زمان و پیشکش شما خواهیم کرد. دوستان عزیز، در این شهر شما میتونید ساختمان های قدیمی از مثلا دوران شوروی تا با امروز را ببینید و چنانچه گفتیم خیلی شهر زیبا و دیدنی هم هست شهر ورشو و این رو اروپایی ها نیویورکی اروپا میگن، چون میریم طرف مرکز. خیلی ساختمان های آسمان بوس دارد، خیلی مثلا دیدنی و زیبا و انشاءالله همه این رو ما منوار میکشیم و بهر شما پیشکش میکنیم. و دوستان، معلوماتی که ما درباره هر شهر میتیم این جزء فقط به خاطر شماست که شما هم در برابری مثلا اینجا یا آنجا دیدنی مثلا شهر بهر شما معلومات داده باشیم و شما معلومات پیدا کنین برای هر یک شاید شما سفر کنین. این هم یکی از مسجدهای چنانچه گفتیم کلانترین شهری ورشو و ساختمان رو برای میبینید و اونجا مرکز شهر است، مرکز شهری مثلا جدید یا شهری نو. با ما باشه دوستان. از نگاه جاده و خیابان ها و کوچه ها شهری ورشو خیلی خوب پیشرفت کرده است و یکی از ترقی کرده ترین کشوری اروپایی دانسته می شود. تمام کوچه و خیابان هاش همه علامت گذاری کرده شده است و برای یافتن یگان آدرس یگان مشکل ایجاد نمی شود و چنانچه میبینید تمام کوچه ها هنوز هم به ساختمانش رفته شده است و میخواهم که تمام کوچه های شهر در سطح بلندترین قرار بدهند. شما ببینید یک دفعه یعنی
کوارتل یا یک محله در گوشه شهری ورشاو می باشد. پل ها و ساختمان ها و جاده های و خیابان ها خیلی خوب براه آماده شده است در شهری ورشاو. دوستان اگر میخواهید که درباره این موضوع بیشتر بدانید پس لطفاً کانال ما سابسکرایب کنید و با کانال ما ابونه شوید و زنگوله دومی رو برای همیشگی فشار بدهید تا که بیننده برنامه آینده ما نیز گردید. کوچه هایی که ناحیه اطراف به شهر پیوست میکند همین خیلی دیوار گرفته شده است چون خیلی سر و صدای ماشین ها زیاد است و دولت غمخواری که است برای مردمش که مثلا برای مردم زحمت یا مزاحمت نکنند. خیلی دیوارها گفته است که آوازهای ماشین به گوش یا به خانه های اوان نرسد. تمام تقریبا کوچه هایی که به بیرون از شهر می روند یا که به شهر داخل می شوند خیلی دیوارها گرفته شده است. این هم یکی از دیگر کوچه هایی که شهر است، داخل شهر خیلی دیدنی و زیبا. و دوستان عزیز این هم بوس ها یا اتوبوس های شهری ورشاو که با رنگ های سرخ و زرد مثلا آرا داده شده است و پل های هوایی که مثلا پیاده گرد است خیلی زیاد است. این ماست های پیاده گردی در تمام کوچه ها دیده می شود. دوستان عزیز همشهری ما و شما یا تاجیک هایی که مثلا از تاجیکستان آمدن در پولشا یا لهستان یا ورشاو خیلی زیاد هستند. از آن جمله وقتی که ما وارد خاک پولشا شدیم در میدان هوایی ما تاکسی گرفتیم و تاکسی هم یکی از برادرهای تاجیکی ما و شما برآمد و تاکسی در ما انشالله قرارداد کردیم که چند روزه که در ورشاو هستیم بیاید در خدمت باشد، ما را تمام جاهای دیدنی و زیبای شهر را برده نشان می‌دهد و در خدمت ما باشد. انشالله ما با هم دیگر قرارداد کردیم و این برادرم خدا خیرش بده، خدا کارش برکت بده، قبول کرد و چند روز ما با هم هستیم و متاسفانه برادر خیلی خجالتی است، شرمگین است و نخواست که مثلا عکس بگیریم یا نوار بگیریم. نگاه با که نیست، ما انشالله با هم میریم دیگه تمام شهرها را با هم نوار میکشیم. با ما باشه، ما هم در یکی از کوچه های شهر هستیم. دوستان عزیز و این برادر برای ما گفت که در تمام شهر چندین افت های توجیکا و هوشیدگی چندین مغازه ها هستند و چندین رستوران و کافه های توجیکا که همشهری ما و شما در اونجا کار و فعالیت دارند. این برای ما خیلی یک چیز خوب و یک چیز چی میگن خرسندی بود که مثلا همشهری ما در اروپا صاحب یک تکه نان شدن و جای کار و جای مثلا پیدا کردن برای مثلا روزگار خود اینجا یافتن و زندگیشون رو سر کردن. این برای من خیلی جالب بود، مثلا شوق آور بود چون دیگه دولت ها می رفتیم تاجیکا کم بودن اما در پولشا ماشاءالله خیلی زیاد شدن و چندین نفرها صاحب مغازه و رستوران و هفته رو شدن. با ما باشید دوستان، این هم دیگه کوچه های شهر. از نگاه جاده و خیابانات چنانچه گفتیم لهستان خیلی پیشرفته است و یکی از سیمبل های شهر ورشاو اینمی تونل شیشه‌ای می باشد که نمیفهم در دنیا یک دو سه دانه شاید باشه. این هم یکیش معروف ترینش از ورشاو است که در تمام فیلم ها و چیزهای مثلا پولشا دیده می شود و در تمام دنیا مشهور است. چنانچه پیشتر گفتیم تمام کوچه هایی که از شهر بیرون می روند دیوار گرفته شده است از دو طرف. ببینید مثلا دلیل گفته های ما چون سر و صدا به داخل شهر و به کوچه ها و مثلا خانه های مردم نمی روند. به اون خاطر خیلی دیوارهای بلند گرفتن، خیلی هم زیبا و دیدنی هم هست. بعضی دیوارها گل پوش کرده شده است. با ما باشید دوستان عزیز، بازم برنامه های ما ادامه دارند در شهری ورشاوی پولشا. دولت پولشا یا لهستان در شرق اروپا جایگیر شده است و نگفتن اما تقریبا 38 تا 40 میلیون نفوذ دارد و خیلی هم پیشرفته است. از جهت پیشروی و مثلا چی در حدود اروپا در جای هشتم ایستد و یکی از کشورهای صادرکننده میوه‌جات اروپا می باشد. از قبیل سیب،
توتی زمینی یا مثلا کلوبنیکا، انگور، بود چی بود، گلاس و دیگر چیزهایی که مثلا میوجات از همین دولت صادر کرده می شود. خیلی هم ارزان هم است. دوستان عزیز، وقتی ما رسیدیم وقتی خوب بود، چون در کوچه ها تنبشوی یا مثلا پراپکا نیست، خیلی جاده ها خلوت است، ماشین ها کم هستند. ما در وقت خیلی خوب و مناسب فرا آمدیم و میریم طرفی دستینیسه و مهمان خانه. ما خودی چند دوره زدیم، چند کوچه های را گشتیم با همراه برادر، خاص به خاطری بود که برای شما ما چندین نوارها بکشیم و شما هم یک دفعه قدیما با این کوچه ها و خیابان های شهری ورشو و لهستان تماشابین باشین. اینا ببینید خیلی یکم از ماست های خوب و زیبای دیدنی دیگر در لهستان. این هم که مثلا کوچه ها و خیابان های شهر و دیگر اطراف شهر می پیوندند. خیلی زیباست. واقعا شهری ورشو، چون اروپا میگن نیویورک اروپاست، واقعا راست میگن، چون شبش خیلی یک شبی خاص دارد، منظرهای خاص و منظرهای زیبا و خیلی هم دیدنی هم است. تمامی از طرف شب تمامی مرکز شهر خیلی انشالله در روزهای نزدیک ما از این انجا نوار میگیریم انشالله. دوستان از این چنانچه گفتیم کوچه ها و جاده های شهر خیلی تازه و تمیز هستند، حتی یک برگ یا یک خس نمیبینی. خیلی هم رسیدگی شده است در این کوچه ها، خیلی زیبا. دوستان عزیز، ما وقتی وارد خاک ورشو شدیم یا رسیدیم به ورشو، خیلی هوا گرم بود. تقریبا ما حدودی تا 40-41 درجه را احساس کردیم و درجه را نشان داد که 40-41 درجه است. خیلی هوا گرم است از طرفی تابستان. اصلا هوای شهر ورشو معتدل است. دوستان عزیز، چنانچه گفتیم در داخل میدان هوایی به نوار گرفتن یا که فیلم برداری کردن ممنوع بود و ما به طرف شهر رفتیم و خواستیم که از کوچه‌ای که ما به طرف شهر میریم یک قسمتی مثلا میدان هوایی رو به نوار بکشیم. این هم میدان هوایی چاپینی شهری ورشو. میدان چاپینی ورشو کلانترین در حدود لهستان دانسته می شود. خیلی کلان هم است و بین المللی هم است. این هم میدان هوایی چاپینی شهری ورشو. عزیزان، اگر ویدیو خوشتان آمده باشد حتما لایک، کامنتاری و پدیلیت کنین و با کانال ما ابونه شوید و کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله دومی رو برای همیشگی فشار بدهید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. دوستان، خواستم در اینجا یک تشکری خاص از آن نفرانی کنم که ما را میبینند، ما را لایک میگذارند و کامنتر می نویسند و وقتی مثلا قیمت خود را دریغ نداشته فیلم های ما را تماشا میکنند. یک تشکر، یک جهان تشکر و از تمام شما، از تک تک شما دوستان عزیز. دوستان عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره مثلا سفر ما از شهر لیسابون پرتغال تا شهر ورشوی پولشا. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.